این که رو پشتتون مریضه؟ نه این توریست آوردن بنای تاریخی نشانش بست. ببخشید آقای دکتر من یه مدت نمیدونم چرا اینجا ماخاره. برو همون. الان پاستیل کی سوارش شده؟ من پاستیل دوست دارم. پاستیل دوست داری؟ خب انتر میمون تو با این قیافت الان باید بری خیابان ببندی بعد بری من پاستیل خور شدی؟ من تلاش کردم که تنفس دهان به دهان همونجوری که استانداردشه. حالا نمیدونم شما تخصص دارید یا نه. من همونجوری که گرفتم یه دفعه گفتم عمم دوزیلی عمتون میدوزم. ببین من رو عمم خیلی حساسانه زنگ میزنم شدم پدرت در بیارم. آقا برا آره خیال سخت عمت در امانه. به جان مادرم قضا الان زره تو روز روشن عمم دوزیدن عمتون میدوزم. یکی دو بار به من اعلام کردن دارین سیگار میکشین. بچه من خودشو داره بریم المپیاد ریاضی آماده میکنه. یک بار دیگه تو این سمت تو این منطقه ببینمتان قلمه پاتون حفیظ صاحب شو میشکنم. درته به من برو